الحمدلله وحده و الصلاة و السلام علی من لا نبی بعد. سلام و رحمت الله بر همه شما بینندگان عزیز، روزه‌داران گرامی. عبادت‌های ما به شما را الله جل جلاله قبول کنه و از خطاهای ما بگذره، آمین. گفتم به شما که حکمت، برنامه قبل، من یؤتی الحکمة فقط اوتی خیرا کثیرا، هر کس که به حکمت داده باشه خیر کثیر داده شده. ماه رمضان ماه قناعت هم هست، چرا که انسان قناعت میکنه. چون که ظاهرا مردم میگن که آقا رمضان مردم بیشتر غذا مصرف میکنه، ولی اینجوری نیستش. اونی که آمارا میگه این است که مردم در این ماه بیشتر صدقه میده، یعنی برای فقرا میده مواد غذایی. علت آمار اینه. ولی به هر حال انسان خواهی نخواهی قناعت میکنه، مجبوره دیگه، چون که ساعت محدودی رو میخوره. اما قناعت چیه؟ میخوام در مورد حکمت قناعت بگیم که یکی از بزرگترین نعمت هاست و ما ازش غافلیم. معمولا قناعت ما اینو میبینیم که آقا یکی گوشه افتاده، هیچی نداره، نمیدونم بدبخته، میگیم این آدم قانعیه. نیست. این نیست معنی قناعت. قناعت هیچ معنی اصلا هیچ ربطی به کوشش نکردن نداره. قناعت معنیش این است که بعد از کوشش کردن چیزی که داری به همون راضی باشی، بعد از کوشش کردن، و به چیزی که نداری افسوسشو نخوری. متوجه شدید؟ برای همین میگه قانع غنی هست. آدمی که قانع هست غنی هم هست، ثروتمند هم هست. چرا؟ ثروتمند کسی هست که بی نیاز باشه دیگه، این راضیه به هر چیزی که داره، کوشش میکنه برای که بیشتر پیدا کنه، اما راضی است به اینکه شب صبح بره کار میکنه، شب میاد خونه نمیگه وای اینطور شد، وای اونطور نشد، افسوس نمیخوره. گفتیم معنی قناعت این است که انسان چیزی که به دستش نیست، مفقود است، براش افسوس نخوره. این تعریفی است که از قناعت داریم. و گفتم باعث خوشحالی از روز اول میشه. وقتی شما ناراحت نباشین یعنی حیات طیب داری دیگه. برای همین است که در تفسیر این آیه‌ای که میفرماد من عمل صالحا من ذکر و انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، کسی که عمل صالح بکنه، زن و مرد مؤمن باشه، ما بهش با حیات پاکی زنده نگه میداریم. حیات پاک را حضرت علی و حضرت ابن عباس تعبیر کردن به اینکه همین قناعت هستش. و پیامبر فرمودن که قد افلح، رستگار شد، کی؟ من اسلمه و رزق کفافا، کسی که مسلمان شد و رزق کافی بهش داده شد. یعنی رزقی که بهش داده میگه برای من کافیه. و بعدش میفرماد قنعه الله بما آتاه، خداوند رو قانع کرد به چیزی که بهش داد. اگه انسان قانع نباشه، آقا یک قصر رو داشته باشه دوم میخواد، دوم رو داشته باشه سوم میخواد، یعنی همیشه بدبخته، بی نیاز نمیشه. این بدبختیه. شاید آقا من زیاد داشته باشم مگر بده؟ نیستش. زیاد داشته باشی خوبه، راضی نباشی بده. خوب توجه کن. ما حدیث داریم، میخوام این مرز اینو متوجه بشیم. مرز داریم، مرز بین قناعت و تنبلی. ما حدیث داریم که مؤمن قوی از مؤمن ضعیف پیش خدا بهتره. چرا؟ برای که غنی میبخشه، غنی قدرت داره دیگه. قدرت یعنی چی؟ یعنی ثروت داره دیگه. مؤمن قوی گفتن، خب از اسباب قوت ثروته. پس هیچ وقت نگفته دست دهنده از دست گیرنده بهتره. پس اگه در صورت آدم میتونه دست دهنده داشته باشه که کار کنه، پول در بیاره، پس اون اصلا ما کار نداریم، یادتون باشه. ولکن ما میگیم راضی باشیم به چیزی که الله به ما داد. من یک مثال میذارم، نمیدونم که ربط داره به این داستان ما، به این موضوع ما یا نه. یک بار دعوت بودم به یک هتل 4 ستاره، یک چند روز اینجا بودم. در عمر خود رفتیم هتل 4 ستاره. باز هتل اتاقی هم که به ما داده بودن، چی داده بودن؟ من راستی زیاد خرج نمی‌کنم، خودم سفر برم سعی می‌کنم هتل بگیرم که به اندازه حیثیت خودم باشه. اما مهمان بودیم دیگه، تابع صاحبخونه. ایشون به ما عرضم به حضورتون که هتل برده بودم. هتل باز هتل آپارتمان هم بود. یعنی چی؟ یعنی 2 تا اتاق داشت، آشپزخونه هم داشت، واسه میتونی خودت غذا بپزی. اینم اولین بار دیده بودم. و باز من نگاه کردم خالی بود، یعنی مثل خونه بود دیگه، خالی بود اما هر چی داشت. یعنی هر چی که فکر میکردم برای 4 نفر بود.
ظرف برای 4 نفر، چاقو برای 4 نفر، هر چیزی که نیاز بود، اما بازم خونه خالی بود. من تعجب کردم که من چیزی به ذهنم نمیاد که این نداشته باشه، تو خونه نباشه. دستشویی میرفتی همینطور، اتاق خواب میرفتی همینطور، اما بازم میدیدی که مثل خونه خودم یادم میاد که پر بوده، خونه خالیه. باز فهمیدم که این چیزای غیر ضروری رو نگه نمیداره، فقط چیزایی که نیازه هتل نگه داشته، چیز کمودا رو پر نکرده از چیزایی که آیا یه روز به کار بیاد یا یه روز به کار نیاد. اونجا یاد این حدیث افتادم، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، خدایا، یعنی کفافا، یعنی خدایا رزق اهل بیت حضرت محمد رو، خود پیامبر دعا میکنه، کافی قرار بده، یعنی زیاد نمیخواد، چیزی که لازمه به اندازه. متوجه هستید؟ و زیادی دردسر هم هست. بازم نگفتم که انسان زندگی خوب نداشته باشه، خونه بزرگ نداشته باشه، بلکه از خوشبختی انسان این است که مرکب خوب داشته باشه، حدیثه، و خونه وسیع داشته باشه. این پیام سعد بن ابی وقاص رو به پسرش گفت پسر جان هیچ کس از من به تو مهربانتر نیست. قناعت این فایده رو داره، نه؟ حالا سعد بن ابی وقاص داره میگه، عشره مبشره صحابی بزرگ پیغمبر، گفت پسر جان هیچ کس از من به تو مهربانتر نیست. به پسرش میگه، راست میگه، پدر دیگه از هم مهربانتره. گفت نصیحتی بهت میکنم که خیلی برات مفیده، طمع میگه نکن به چیزی که در دست مردمه، که این فقر حاضره. وقتی که تو به چیزی که خودت داری قناعت نداری، چشمت به مال مردمه، به چیزای مردمه، خب تو فقیر هستی. و طمع میگه از مردم ببر که این قنای حاضره، مایوس شو از مردم. حالا چطور ما قناعت حاصل کنیم؟ قناعت اصلا یاد باشه که قناعت شکرم است. قناعت شکره. وقتی که تو قانع هستی یعنی شاکر هستی به چیزی که خداوند به تو داده. و یکی از صالح میگه که این از بزرگترین نعمت‌های الله همین است که شما قناعت داشته باشی. کمبودا رو پس نگاه نکن، کمبودا رو نشمار. اگر قرار باشه کمبود بشماری هیچ وقت تموم نمیشه. همیشه انسان کمبود داره. در هر ما این پادشاه رو نگاه کنی کمبود داره، رئیس جمهورا رو. چرا میری تو کشورهای دیگه؟ و احساس کمبود میکنه دیگه. همین شوروی رو تو نگاه کن، دولت روسیه رو، مملکتش خورشید غروب نمیکنه، اینقدر بزرگه، 17 میلیون کیلومتر مربع است. سوریه 1,190,000 کیلومتر مربع است، باز اومده اونجا. 17 میلیون کجا، 190,000 کجا؟ انسان احساس قناعت نمیکنه. برای همین است که لذت نمیبره. میبینی که فلانی، اگر قانع باشی، نگاه کن حالا این چه جوری من برای شما اینو بگم، ممکنه شما یک کمبودی تو زندگی داشته باشی که اصلا اساسی باشه، همسر نداشته باشی، کوچیک نیست هست، ولی اگر بازم قانع باشی نسبت به کسی که همسر داره و قانع نیست و خوشبختری. مگه میشه؟ بله. نمیبینین طلاق چرا میگیره؟ این همه طلاق چراست؟ قانع نیستن دیگه، قناعت ندارن دیگه. خدا چیزی که بهشون داده برایشون کافی نیست. یک مردی میشناختم که 3-4 تا دختر داشت، بعد این همش آدم با حکمتی بود. همین دخترها شوهر داده بود. باز یک دخترش بهش شکایت کرد که بابا ما رو در پشت نمیدونم کوههای سیاه دادی، من شوهرم آدم خوبی نیست. گفت دختر این حرف دیگه نشنویم بزنی. چیزی که خدا برات قسمت کرده، ما با فکر برات انتخاب کردیم، با همین قناعت کن، با همین بساز. یعنی بساز یعنی قناعت کن دیگه. لذا این فایده داره، این چیز داره. در ضمن توجه داشته باشید که قناعت سبب برکت است. چرا؟ چیزی که تو داری وقتی که از این شکرگزار هستی یعنی خوشت میاد، یعنی که تو داری برکت داری دیگه. وقتی ناراضی باشی، قناعت نداشته باشی، همین دعوای مثلا زن شوهر، از عدم قناعته. خب حالا قناعت چطوری به دست بیاریم؟ قناعت رو با دعا به دست میاریم. دعا میکنیم که خداوند به ما قناعت بده و این رو یقین داریم که خداوند دیگه بین مردم تفاوت گذاشته. ما نمیتونیم از همه مردم بالاتر باشیم. خدا هر چیزی با یکی نداده. اینو همیشه این تقدیر خدا ایمان داشته باشیم که خداوند همین رو برای ما تقدیر کرده و نباید ما این باشیم که آقا مثلا اگه فلانی قشنگ‌تره ما باید مثل او قشنگ باشیم، فلانی پولدارتره ما مثل او پولدار باشیم، فلانی نمیدونم ماشین بهتر داره. نه، خداوند روزی رو تقسیم کرده، قدرت رو تقسیم کرده. تقدیر الهی رو قبول کنیم و قانع باشیم به چیزی خدا به ما داده، چون به اونام این چیزایی رو نداده، ما نمیبینیم. باور کنید که
یکی از بهترین راه‌های، چون که گفتم معنی قناعت چیه؟ اینکه ناراحت نشی به خاطر چیزی که نداری. معنی این حرف چیه؟ معنی این حرف است که تو از غم دور شدی. وقتی ناراحت نشی به خاطر چیزی که نداری یعنی غم نداری. نگاه کن غم شما چیه؟ غم شما این است که به خاطر چیزی که نداری ناراحتی. بگو آخه من چیکار کنم ندارم، مگه میشه ناراحت نباشم؟ ها میشه. کوشش تو انجام بده. شب که خونه برمیگردی از کارات فارغ میشی، نگاه کن چی پیشت هست، به همون راضی شو. فردا باز کوشش تو انجام بده، باز شب به همون راضی شو. چون اگه راضی نشی، خب راضی نیستی، بازم هم مشکله. اگه راضی نشی که بدتره. باز راضی خودش گفتم شکر نعمت زیاد میکنه. لا این شکرتم لازیدن نکن. لذا و این قناعت به این راحتی به دست نمیاد. باید آدم ممارست کنه. یک عبادت فکریه. نمیشه حالا من امروز به شما یه حرف زدم شما بگی آقا از فردا من قانع میشم. نمیشه. حتما ناراحت میشی ولی کوشش کن. من خود گوینده هم گاهی نمیشم دیگه. نیست که حالا بگم من میتونم. ولیکن میشه با کوشش دریاتون با همون کوشش هم یه جور قناعت کن. یعنی بگم همین تونستم کوشش کردم که قانع بشم. امیدوارم این نکته خوب نکته رو گرفته باشی. به همین که کوششت موفق نشدی هم قناعت کن. بگو همینقدر که موفق شدم شکر خدا، فردا بیشتر کوشش میکنم. الله به شما توفیق عمل بده. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. الله حافظ و نگهدار شما.